برابر حیات قدم زدن در قیام که زندگی مبارزه است. احساس امروز از دیروز بهتر کار کردن و با کامیابی ها نوید شدن خصلت آن راهبر است که دلش به جامعه مهنتیش می‌سوزد. با پارک تکنولوژی و جمعیت سهامی معرفت پرور دانشکده آموزگار تایستان در شهر پنجکن آمده با مجموعه کارهای بزرگی اینجا انجام داده، از جمله انشاءات‌های زمانوی تعلیمی و همزمان کارگاه‌های با طلبات زمان معاصر جوابگو نگریسته و شناس شده. بار دیگر احساس نمودیم که رکتور این بارگاه علم و معرفت پروفسور منظرخان انصاری از همین قبیل راهبران است. برای اهل استادان و دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان و بعضی پارک تکنولوژی دانشکده ما امسال یک سال تاریخی فراموش نشدنی می باشد. زیرا که در سال 2020 اهل کلکتیو استادان و دانشجویان دانشکده در برابر به سطح بلند برداشتن تعلیم و تربیت در دانشکده با کارهای دیگر را به عمل آوردند. از جمله امسال اهل دانشجویان دانشکده ما صاحب 4 جایزه، یک جایزه اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان گشتند. غیر از این 4 نفر دانشجویان ما و استادان ورزش ما هم در چمپیونات‌های جهان، هم در چمپیونات‌های شهر دهات پنجکن، ولایت و جمهوری صاحب عنوان چمپیونی گشتند که البته برای ما فخر و افتخار است. و یک نفر معلمه دانشکده ما نیز در آزمون فیلسوفی دانایی اشتراک کردند و صاحب جای گشتند. در دانشکده آموزگار تایستان در شهر پنجکن خیلی خوب یاد دارند که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان هنگام سفر به پنجکن نه تنها به فعالیت دانش اندازی بلکه سازنده و بنیادکار بودن استادان و دانشجویان دانشکده بهای بلند داده آن را برای دیگر مؤسسه‌های عالی کشور نمونه عبرت دانسته بودند. البته همین این درباره همین دستاوردها در کارهای تشکیلی در پارک تکنولوژی دانشکده در جمعیت سهامی معرفت پرور که با اشتراکی به واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری رحمان افتتاح شد که برای فراگیری یعنی که تامین کردن کارمندان، دانشجویان و اهل مردم شهر دهات پنجکن با جای کاری شرایطی مساعد به هم آمد. امروز در سخ خشک کردن و بندوبست کردن میوه ها شکلی که شما میبینید به طریق شبانه روزی و شنبه یک شنبه همه روزه به ایست کار میکند، زیرا که این نگاه داشتن ممکن نیست. پروسس کار در برابر این فابریکه دوزندگی شکلی که شما شاید گشتتون به اشتراک پیشوای ملت با کار افتتاح کرد، زیاده از 125 ماشینه های دوزندگی وصل نصب کرده. تمامی دستگاه های ضروری زمانوی آماده کار هستند. در برابر این صدارت دانشکده تصمیم گرفته است که باز سیمخانه ها و بعضی الکترونی تکنولوژی حاضر زمان برای تحصیلات فاصله‌ای و دیگر نمودی تحصیلاتی که در سطح جهانی براه مانده شده است با طریق آنلاین فراگیر می باشد. و غیر از این ریاست دانشکده شرطنامه‌های همکاری با علمان هم دانشگاه‌های کلاسیکی تاجیکستان از جمله دانشگاه ملی، دانشگاه آموزگاری، دانشگاه دولتی خوجند و غیر از این با دانشگاه‌های جمهوری ازبکستان، قزاقستان، روسیه، خیتای و ژاپن و آمریکا درس‌های آنلاینی آماده کردیم که از آن نه تنها دانشجویان بلکه تمام محصلین مکتب‌های میانه و میانه مخصوص شهر دهات ما میتوانند به پرگی استفاده برند. البته همه این کارهایی که به انجام رسیده شده است با دستگیری به واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور که در هنگام سفر خود قید کردند که این دانشکده محض با دستگیری به واسطه پیشوای ملت امروز ارز وجود
карда истода аст ва он дар оянда ба сатҳҳои баланд расиднаш дар кор ва ба ин минвол дар соли 2021 дар 30-солагӣ мо кӯшиш мекунем ки ҳам статуси донишкада баланд шавад ва ҳам толибилмон ва донишҷӯён зиёд гарданд, зеро ин метавонад ки дар оянда барои рушди ҷомеаи мо пеш аз фарогирии донишу ақлу саводи кормандон ва мардуми шарифи Панҷакент саҳми худро гузорад. дар хотими суҳбат муаззамхон ансорӣ барои дастгирӣ ба роҳбарияти олии кишвар, вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент изҳори сипос намуд. дар пешравии корҳое ки ҳам дар донишкада ва ҳам дар паркҳои технологӣ фаро овардани шароити мусоиди корӣ дар асоси хизматҳои пешвои миллат, хизмати раиси вилояти мо муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода ва раиси муҳтарами шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода хело калон аст.
با باوری میتوان گفت که چند سال من بعد پارک تکنولوژی دانشکده آموزگاری تایسون در شهر پنجگین بعد بنیاد مورد استفاده قرار دادن انشاءات مختلف تعلیمی و استحصالی سیمای خیش را به کلی دیگر خواهد کرد.